این در نزد تو دخیل است. دخیل گفته چرا میگن؟ این در نزد تو موقت است، این در دست تو مهمان است. یوشک ایفارقک الینا، زود است که این نزد من می آید، تو را ترک می سازد. زود است. از این خاطر باید مادرها، خواهرها قدر شوهرها را دانند. چگونه که حورهای جنتی منتظرند، باید زنم در خانه منتظر شوهر باشد که کی به خانه می آید. دیگر دستی او را نظر نکند در دستش چی می آید، در دستش خالی می آید یا در دستش کم می آرد، این در شما نظر نکنید. فقط پیشوازش گیرید، فقط در حقش دعا کنید. این حالت در شما بهترین زن بشوید. این حالت در شما گویم که درجات بلندی را در جنت مشرف بشوید. حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگه دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن از زنی بد خدایا پناه. زنی خوب میگوید حضرت دلارام باشد. زنی خوب بسیار دل آرام میکند، بسیار عصب آرام میکند، بسیار وقتی مرد خوش میکند. زنی که اگر دلارام باشد، زنی گویم که مسلمان باشد، زنی که خدا ترس باشد، زنی که همه کمبودی های خانه را از حساب الله بیند. ولیکن از زنی بد خدایا پناه. لیکن از زنی بد گفته است پروردگارا به سوی تو پناه طلب میکنم. تهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به در خانه جنگ. حضرت گفتن تهی پای رفتن به از کفش تنگ. همین پاپوشی که تنگ باشد، همین پای افضالی که پای انسان هم میزند، گفته است از این گونه پای افضال پوشیدن نپوشیدنش بهتر. گفته است اگر همین خیلزن ناسپاس، همین خیلزن نادرست، همین خیلزنی که به قدر فرزنده و شوهر نرسد، از این خیلزن در نابودنش بهتر است، نداشتنش بهتر است. بلای سفر به که در خانه جنگ. همین سفر از بلا خالی نیست. همین گفته است دائم سفرکی باشی و مادامی که اگر در خانه دائم جنگ باشد، اگر خانه دائم نارام باشد، دائم خانه ناسالم باشد، دائم خانه در گویم گفت و شنیدهای ناخوب باشد، از این گفته است برای این خیل مردی که این خیل زن داشته باشد، همین دائم در سفر باشد، این بهتر است. به زندان قاضی گرفتار و به، که در خانه بینی در ابرو گره. حضرت سعدی را خدا رحمت کند. زندان قاضی